ما رو، یعنی اینو و منو خب به زور بیدار نگه داشت که بریم این سریال رو ببینیم. بنا خودش خوابیده. پیشیه ناموس این الان دوده. بریم وسایلش چیز بدتر هم میشه. جدی؟ خیلی. ایول احساس شهرستانی بودن کردم. همه اوریون باغچه چون بیابون اکبر چوری پلی کن بچه. بردیا ویدیوه کافیه فیلم. اینجا از اونجایی که دوچرخه صلواتی میدن. صلواتی فکر نکنم بدن. آها این وری واسه گیره. قو تک 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 تک. آجی این خلاف داره میاد. افقی بگیر. افقی میگم. الان نگیر دیگه. بعد هستی یه دونه مسابقه دو بریم. من بازی میکنم به جرأت میبرم. شرط. چی؟ چیپس. تو برو گم شو برو جلو. ماشاءالله فساد. چیپس رو برم. چیپس. نظر جای مسابقه چی بود؟ بسیار نشون داد کی برتره، نشون داد کی بهتره. حسین با جاده خاکیه. رئیس فدراسیون هم یه نقدی دارم در این باره. مرغ دریایی یه دونه به من چشمک زد ماده بودن. راست شاید ماده باشه. من بردم، همیشه میبرم و بازم میبرم. همین. Shut the fuck. ببین چارلی چاپلین داخل فیلم دیکتاتور بزرگ اولین فیلمی بود که داخلش دیالوگ و نه الان واقعا لحن حرف زدم کند شد. چه خوشگلی دادش. کسی گفته چه خوشگلی؟ اومای محو یا برگی شنزو ساساگه. چی؟ شنزو ساساگه اتکان زرتون نگیری عجب گوشی باحال میافتی. ورن تو ماشی فرونکا تو من یارو موزیکا کرکوز ورت نکات فوش میری؟ سلام کن. محمد یعنی جدی دوده نه؟ چرا اینقدر دوده؟ شات سینمایی بگیریم. کار نمیکنه؟ نه. لگد بزن. چی من مکبول؟ اینجا سینماه نه؟ بله. علی‌آباد از اینا نداره. کلا نداشته. به قبل انقلاب 2 تا سینما داشت. جفته شد مردم آتیش زدن. اعتراضات مسالمت آمیز. خب آره. منظره اینجا رو دوست دارم حقیقتا. برج میلاد کو؟ دوده نه؟ بد دوده. جدی در این حد دوده؟ محمد میگه قبلا یه بچه‌ای با عروسکش رفته بوده اون وسط دراز کشیده بوده و مرده بوده. از اون موقع به بعد پروژه ساخت ساختمون اینجا تعطیل شد. کارگرها خه کرده بودن نه؟ فکر کنم دیگه. نقا اینا تکون نده. چه داری بلاک استنده. چون من فیله نمی‌کنم خودم دیگه داره فوتیج کن دارم فوتیج پر میکنم داخل ادیت دستم باز باشه. بازم سنس این پایینه. خب برو ببینم آقا چیکار کنم. برو ببینم تو رو خدا برو. سنس این پایینه. عروس بلدیست بدخص روی زمین کجه. سنس پایینه. این چرا نمیدوه؟ نمیدوه؟ این همون تهش دویدم. بیا بریم بلاتانت. همون بلانتانت هم بلدی؟ بلاتانت ادعا دارم. نوازندش به نظرت کیه؟ عباس بوتیتو لیسی استرلینگه. از اینا علی‌آباد نداره. بردیا مثلا حافظیه است. مثلا علی‌آباد از اینا نداره. این فرد خسته است. شایان تو آفسایده. کتابخونه ندیدم تا حالا.
از اینا علی آباد نداره. من بیفتم کسی نیافتاده من داره دوال میگیره دوال میگیره. خب سلام ما رو میگیره مگه؟ اینو آنانیس چه فلاش ها اینجا کف لندنه نه؟ آره کی اومدی؟ من تازه اومدم. تو هم تازه اومدی؟ ویلکام نوشته. آره مرسی خوش آمدید. یه بار دیگه بگیر. اون روز با امیر بودیم خب داخل دیسکورد. من گفتم امیر گفت چیه؟ گفتم یه یارویی منو فالو کرده تیک آبی داره من نمیشناسمش ولی احتمالاً اون منو میشناسه چون گرفته لایک کرده ویدیوها رو. کاوافاق. آره کاوافاق. بعد اصلا براش مهم نیست کاوافاق کیه، فقط تیک آبی داره. خفنه کانکشن خفنی اوکی، اگه نشناسمت مهم نیست. حالا کسی به کونت دست زده بود. میگن ترفند چون فقط دوست دارم این ترفند رو بدیاد بدم. دستاتو رو ببینم. دیگه امیر کات وایسا زوم کنم. وایسا چی از زندگی من نفهمیدم چون با تو من این دنیا رو از نو ساختم. با تو نمیگذارم خودم رو نمیشنوم غم غصه رو میخوام. فرض کن موزیکو کنار خواننده گوش کنیم. بخون. من افتادم که مال تو. نظری آوردن اینو. های علی آباد از اینا نداره. آتیش داره. علی آباد از اینا نداره. پنکه داره. علی آباد نداره. علی آباد نداره. ویوش بده. بگو اکست ولت کرده. بکیرم اینجا بکیرم جدی تولد مهدیه. تولد آره. چقدر گنده است اینجا. حاجی رسیدیم شیراز. یه تجربه مهم. کفشای چرمی برای پیاده روی‌های کوتاه مدت خیلی خوبن، اما برای سفرهای چند روزه واقعا گزینه خوبی نیستن. کفشای چرمی خیلی راحت‌تر و زودتر میشه گفت که بو میگیرن. و راستی بابت غذاتون یکم سر کیسه رو شل کنید، از جای خوب غذا بگیرید. بابت نوشیدنیتونم یکم دقیق باشید. داخل سفر اسهال بشید خیلی بده. یه دونه از این بگ دوشیام بگیرین. یه سری کیفای کوچیکی هست که از گردن آویزون میشه این بغل میاد انقدر. اونا خیلی خوبن. ارگ یه پیشی داره، یه پیشی دیگر رو ناز میکنه. گربه‌ها اینجا به من یه گوشتی رو میخورن که گوشت خیلی گوشت غیر منطقیه. این تئوری ما اینه که با توجه به این همه پوکه ترقه زدن یه دونه گربه رو ترکوندن و گربه‌های اینجا دارن گربه میخورن. گمشو که خوراکی بهمون میدن. ساندیس که نیست یه موقع. ساندیسه؟ میهنه بنداز دور. تو 20 متری سینما سعدی شرکت شیراز بام سبزوج و کاری ساختمانی اینا رو من پیمانکار بودم. چطوری؟ سلام نمیدونم چیه
دیگه وایسم دیگه یکی آرزو داشتم برم تا به دریا برسم، شب آتیش بزنم تا به فردا برسم. من گربه تنهایی بیزنسمنان مالتو گوش نه. اینا بیزنسمنن. این بیزنسمنه. این روز آره بابا جان درست میگی. درست میگی. بخور. این وضعیت دوبله ایران شاهکار. من راه اومدم دنبال مهدی، منو نشوندن پشت میکروفون. به دیالوگ بگو و این کست اصلیه. من نمیام منت کشی. آقای زیادی بینشه. نگاه کن هنوزم این کاغذاشه. همین یکیشون داره میتونه که Everything is happening exactly how it should. Just have some patience and appreciate where life has taken you so far. That's all.